در حالی که در روسیه تعطیلات سال نو ادامه داشت، از 4 تا 10 ینور در شهر ایرکوتسک از جمله در بازارهای این شهر پلیس ریدهای ویژه جهت تفتیش قانونیت بود و باش مهاجران خارجی دایر کرده است. خدمات مطبوعات سرایست کارهای داخلی ولایت ایرکوتسک گفت این ریدها را کارمندان اداره مهاجرت خارجی یکجای با مرکز مبارزه با اکستریمیسم، نیروهای امان و روسگواردیا برگزار کرده در مجموع تا کجا قانونی بودن بود و باش 208 شهروند خارجی را سنجیدند. در نتیجه سنجش ها 6 مورد ثبت نام قلبکی شهروندان خارجی آشکار کرده شد. نسبت به ویران کنندگان قاعده های بود و باش 45 پروتکل مأموری ترتیب داده شد. همچنین معین کرده شد که در ورقه زمان ورود یک شهروند 42 ساله قرقیزستان و یک شهروند 23 ساله تاجیکستان به قلمرو روسیه علامت‌های تقلب مشاهده می شود. گفته می شود در این اطلاعیه پلیس در ویدیویی که خدمات مطبوعات پلیس ولایت ایرکوتسک نشر کرد دیده می شود که در بین مهاجران بازداشت شده زادگان شهروندان آسیای مرکزی از جمله مهاجران از تاجیکستان زیادند.